یه جوون اهل اتیوپیه که با لباسهایی که از وسایل دور ریختنی درست میکرد معروف شد. سال 2024 توی یه محله فقیر زندگی میکرد و دور و برش پر از زباله و لباسهای کهنه بود. کیسه پلاستیکی، در زنگ زده و تیکه های مقوا رو از خیابون جمع میکرد و ازشون لباس میساخت. برای همسایه ها فقط یه پسر بود که توی زباله ها دنبال وسیله میگشت. نه پولی داشت، نه سرمایه‌ای، فقط یه تخت چوب کوچیک داشت که ایده هاش رو روش میکشید. سال 2025 با خانواده‌اش رفت پایتخت و یه صحنه نمایش ساده روی زمین خاکی درست کرد. بعد با یه گوشی قرضی شروع کرد ویدیوهای مدش رو توی اینترنت منتشر کردن. کم کم کارهاش دیده شد و درآمدش به $500 رسید. اما توی آوریل 2026 همه چی عوض شد. یکی از ویدیوهاش بیشتر از 200 میلیون بازدید گرفت و توی کمتر از یه ماه بالای 1 میلیون نفر دنبالش کردن. بعدش قراردادهای تبلیغاتی، درآمد، شبکه‌های اجتماعی و عکاسی برای مجله‌ها از راه رسید و اون محله فقیرنشین رو تبدیل به بخشی از برند خودش کرد.